ابن حزم ظاهری از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل میکنند که عبدالله ابن عباس روز عرفات، روز عرفه در وادی عرفات، در بهترین روز در داخلش ماه، در داخل سال، در داخل یک سال بهترین روز عرفه است و این هم باشد در وادی عرفات در حج بودند. یک بچه به نزدشان برداشته شد، آوردن، مانند چوجه شده است. گفتن که ما بهی، به این چی شده است؟ گفتن که گرفتار عشق است. یعنی وقتی که عاشق شود و به مرادش نرسد، معشوقش را دریافت نکند، در غم او، در علنگه عشق می سوزد. ببینید به چه حال گرفتار شد. بعد عبدالله ابن عباس روز دعا هست، روز بهترین روزی که دعا اجابت میشد. حتی بعضی علما میگن که از شب قدر دیده روز عرفات دعا تیسر قبول میشد. در آن روز تا بگاهی از عشق پناه طلب کردن. حبر الامه، مفسر قرآن، عالم امت، پسر عمک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک عالم در روز عرفات تا بگاهی از عشق پناه طلب کردن. این عشق بسیار دردی وزنین است.